سائل آمد به سوی خانه، خشکنانه خواست یا ترنانه. سائل طلبنده را میگن. یک طلبنده میگه یک روز در خانه یک شخصی آمد، در شکفت که یگان نانی تره خشکی داری بیا صدقه کن. گفت صاحب خانه نان اینجا کجاست؟ خیره ای که این دکان نان واست؟ صاحب خانه گفت تو دیوانه هوشیاری، این بطر نانوا هست که ای خانه من اومده نان پرسیدستی، نانوای برا. گفت بار اندک پی هم بیار. بیچاره گفت خیلی نان نداری لااقل یک کم تا روغن هم بیار. گفت بار اندک پی هم بیار. گفت آخر نیست دکان قصاب. گفت خدا جان تماس کنه بطر قصاب خونه ای که من بطر روغن حیوان میام. گفت پاره آرده